به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه موفقیت و کسب و کار شروع میکنیم. کتاب سنگ فرش هر خیابان از طلاست. نویسنده کیم ووچونگ، مترجم محمد سوری هستش. این کتاب در سال 1395 به چاپ 26مش رسیده و توسط انتشارات سیمین در تهران چاپ شده که مقدمه داره، سخن مترجم داره و سخن آقای کیم که به خوانندگان ایرانی ترجمه شده و پیشگفتارش. من ابتدا مقدمه ای رو برای آقای کیم ووجون میخونم و سپس کتاب رو شروع میکنم. سرگذشت شگفت‌انگیز کیم ووجون تاجر کره‌ای هستش که در پشت جلد کتاب این سرفصل‌ها رو نوشته. کسی که پیروزی‌های صنعت و بازرگانی امروز کره مدیون سخت‌کوشانی همانند اوست. خلاف تواضع و فروتنی است اگر بگویم به من لقب جادوگر داده‌اند. هدف‌هایتان به بلندای قامتتان باشد و صبر و بردباریتان به وسعت تمام وجودتان. صحنه نمایش به شرق باز می‌گردد. رقیبان ناشناخته رقیبان واقعی شما هستند. این کتاب پرفروش‌ترین کتاب سال کره بوده و اینکه چه لذت بخش است هنگامی که کودکی میوه درختانی را که پدر بزرگش کاشته است میچیند. پیشتاز بودن تنها طریقه واقعی زندگی است. اگر در جایگاه اصلی خود قرار گرفته باشید، هیچ کس نمیتواند جانشینی برای شما انتخاب کند. هر بحران ممکن است در جهت مثبت یا منفی حرکت کند. این وظیفه شماست که بحران را به موفقیت تبدیل کنید. اما میریم که یه سرگذشت کوچیکی از کیم ووجون براتون بخونم و سپس کتاب رو شروع کنیم. کیم ووجون رئیس هیئت مدیره و مؤسس تشکیلات دیو در 19 دسامبر 1936 در شهر تاگو کره به دنیا آمد. او پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه در سال 1960 موفق به اخذ دانشنامه اقتصاد از دانشگاه یانسی کره گردید. پس از 1 سال خدمت در شورای توسعه اقتصادی کره که یک ارگان دولتی است، کار تجاری خود را در شرکت صنایع هانسانگ آغاز نمود و تا قبل از سال 1967 که خود شرکت صنایع دیو را تأسیس کرد، در این شرکت تا مقام مدیریت ارتقا پیدا کرد. در حال حاضر شرکت دیو از طریق بیش از 70 شعبه و نمایندگی در رشته‌های مختلف صنعتی از قبیل احداث ساختمان، کشتیسازی، تولید وسایل نقلیه، ماشین‌آلات سنگین و سبک، آدم ماشینی، دستگاه‌های مخابراتی، محصولات الکترونیکی، وسایل خانه، منسوجات در داخل و خارج از کشور فعالیت داشته و با نقاط مختلف جهان مناسبات تجاری برقرار نموده است. شرکت دیو با بیش از 91,000 پرسنل و فروش 22 بیلیون دلار طی سال 1990 طبق گزارش روزنامه فورچون مقام 45مین شرکت صنعتی بزرگ را به خود اختصاص داده است. آقای کیم در سال 1978 ضمن اهدای کلیه دارایی خود بنیاد دیو را تأسیس نمود. این بنیاد غیرانتفاعی بوده و تا به حال 5 بیمارستان عمومی روستایی در کره تأسیس و اداره نموده است. ضمناً آقای کیم تاکنون جوایز بیشماری دریافت نموده و از طرف تعدادی از دانشگاه‌های معروف دکترای افتخاری به ایشان اعطا گردیده است. کتاب سنگ فرش هر خیابان از طلاست از تاریخ انتشار یعنی اوت 1989 تا دسامبر 1991 جمعاً 1,250,000 نسخه داشته است. اما یک مقدمه کوچک هم در مورد آقای محمد سوری هستش که مترجم این کتاب هستند. محمد سوری در سال 1325 در تویسرکان چشم به جهان گشود. در کودکی همراه خانواده خود به تهران مهاجرت نمود و پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه وارد دانشگاه صنعتی شریف گردید. وی در سال 1349 برای ادامه تحصیل عازم ایالات متحده شد و پس از اخذ دانشنامه مهندسی مکانیک از دانشگاه هاروارد به تحصیل آزاد در رشته‌های علوم سیاسی
و حمل و نقل دریایی و هوایی پرداخت. در سالهای قبل از انقلاب وارد مبارزات سیاسی شد و در انجمنهای اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا نقش فعالی ایفا نمود. در آغاز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به عنوان سرپرست کنسولگری ایران در نیویورک و همچنین سازمانهای دولتی وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده منصوب گردید. در تیر ماه 1358 به ایران مراجعت و ابتدا به عنوان معاونت وزیر بازرگانی و سپس معاونت امداد هلال احمر و متعاقباً رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و سرانجام در آذر ماه 1364 همزمان با بحرانی شدن جنگ تحمیلی و اوجگیری جنگ نفتکش‌ها به سمت مدیرعامل و قائم مقام وزیر نفت در سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران انتخاب گردید. سوری از دولتمردانی است که مخصوصاً در زمینه‌های حمل و نقل دریایی، بیمه و سایر صنایع دریایی صاحب نظر بوده. بارها در کنفرانس‌های بین‌المللی پیرامون مسائل و مشکلات حمل و نقل دریایی، عملیات بارگیری و تخلیه نفت بدون استفاده از اسکله، طرح همکاری دریایی بین کشورهای مسلمان حوزه خلیج فارس سخنرانی کرده. مصاحبه‌های ایشان درباره مسائل استراتژیک دریایی منطقه خلیج فارس غالباً در نشریه لوبدز و سایر نشریات دریایی بین‌المللی منعکس گردیده است. با همدیگه کتاب رو شروع می‌کنیم، با من همراه باشید. به نام خدا. سخن مترجم. با سلام به خوانندگان گرامی، خوشحالم که علیرغم اشتغالات زیاد اداری و کمی اوقات فراغت به یاری حق ترجمه کتاب سنگ فرش هر خیابان از طلاس به پایان رسید. آنچه مرا به ترجمه این کتاب ارزنده وادار کرد در حقیقت نکات بدی و از دل برآمده است که آقای کیم نویسنده کتاب به رشته تحریر درآورده است. با آنکه کار من اساساً ترجمه نیست، ولی در همان مطالعه نخست کتاب دریغم آمد که این سخنان آموزنده برای جوانان ما که بار اصلی سازندگی کشور را بر دوش دارند بازگو نشود. جاذبه‌های دیگری که مشوق این جانب برای ترجمه کتاب بوده به این شرح است: 1. صمیمی بودن بیان کتاب. صمیمیت و روانی متن کتاب به حدی است که خواننده در اغلب موارد آن را زبان حال خود پنداشته، گویا خود نویسنده مطالب بوده است. 2. آقای کیم را سالهاست که می‌شناسم. در این سالها جلسات متعددی در کره، ایران و جاهای دیگر با ایشان داشتم و از نزدیک با تفکرات و کارهای او آشنایی دارم. شاهد عشق و علاقه وافر او برای کمک به کشور و ملت کره بودم و الحق در راهی که قدم برداشته کاملا موفق بوده است. 3. آقای کیم اصولاً یک نویسنده حرفه‌ای نیست، بلکه صرفاً آنچه را در احساس داشته به رشته تحریر درآورده و راهی را که او برگزیده برای دیگران عملی و در عین حال سرمشق خوبی است. 4. در این کتاب امیدها و نویدهای فراروی خوانندگان و به خصوص جوانان قرار می‌دهد که بسیار طبیعی، قابل دسترس و صادقانه است. 5. نویسنده آنچه را بیان و راهنمایی می‌کند خود شخصاً تجربه کرده و در اثر سعی و تلاش به آنها رسیده است. 6. کره کشوری است که در چند دهه پیش همه چیز خود را در اثر جنگ از دست داد، ولی با تلاش و زحمات چشمگیر کسانی نظیر آقای کیم در مدتی کوتاه از یک کشور فقیر و تهیدست به یک کشور صنعتی و پیشرفته جهانی تبدیل شد. نسل تلاشگر کره‌ای که این کشور را از گرسنگی و عقب ماندگی به غنا و ثروت رسانیده هنوز زنده و شاهد تلاش‌های پیگیر خود هستند و ما می‌توانیم این تلاشگران تاریخ‌ساز را از نزدیک ببینیم. 7. ایران اسلامی بعد از جنگ نیاز به الگوها و نمونه‌هایی برای رشد اقتصادی و صنعتی خود دارد و جوانان و ملت عزیز و غیور ما با استعانت از خداوند تبارک و تعالی و ادامه راه امام راحلمان و پیروی از رهبر شایسته جمهوری اسلامی و دولت خدمتگزار و هدایت مجلس شورای اسلامی و سایر خدمتگزاران صادق این کشور
کشور عزیز و پهناور قادرند در مدتی کوتاه با به کارگیری همان تلاشی که مردم کره، ژاپن و آلمان بعد از جنگ در زمینه‌های اقتصادی و صنعتی در پیش گرفتند، ایران را به اوج اقتدار و عزت برسانند. کشوری که امتیازات ویژه آن عبارتند از دین مبین اسلام، سرزمینی بزرگ و پهناور با شرایط مناسب اقلیمی و منطقه‌ای، فرهنگ کهن آمیخته با جاذبه‌های اسلامی، مردمی خداجو با گذشت صبور، زحمتکش، شجاع و مبارز، منابع عظیم نفت و گاز به عنوان تامین کننده اصلی انرژی کشور و بخشی از انرژی‌های جهان، انواع معادن ذی‌قیمت دیگر مانند زغال سنگ، آهن، مس، قل، اورانیوم و هر فلز دیگری، امکانات لازم برای تامین انواع و اقسام محصولات کشاورزی و حدود 60 میلیون جمعیت در سطوح مختلف که خود سرمایه‌ای بزرگ و با ارزشند. احساس شخصی این جانب چنین است که این کتاب در جهت دادن به راهی که ملت و جوانان عزیز ما باید در زمینه‌های اقتصادی و صنعتی بپیمایند، راهنمای بسیار خوب و مؤثری است و مطالعه آن از گرایش جوانان به سوی پوچی، بیهودگی و ناامیدی جلوگیری کرده، آنان را به جانب امید، پویایی و تلاش و صحیح فکر کردن و درست حرکت کردن سوق خواهد داد. در خاتمه امیدوارم آرزوهای بلندی را که ضمن ترجمه این کتاب برای جوانان و ملت عزیزم در قلب خود پرورانده‌ام، خوانندگان گرامی با درک والای خود دریافته، همگی همت ورزیده به آنها جامه عمل بپوشانیم. من الله توفیق. محمد سوری. اما متن انگلیسی پیام آقای کیم به خوانندگان ایرانی هم در کتاب آورده شده که من ترجمه این متن رو برای شما میخونم. پیام آقای کیم به خوانندگان ایرانی: برای من جای بسی خرسندی است که شرح زندگانیم برای مردم ایران ترجمه می شود. مردمی که دارای تاریخی چنین ژرف و سربلند بوده و با تلاش‌های منسجم و پیوسته خود سرسختانه می‌کوشند تا به پیشرفت‌های ملی بالاتری دست یابند. من کاملاً به این حقیقت واقفم که تمدن کشور شما طی هزاران سال عامل مهمی در انتقال فرهنگ ایرانی به سایر نقاط بوده و به همین اندازه نیز مردم کشور ایران در خلال تاریخ هم از نظر مادی و هم معنوی نقش جهانی مؤثری در اشاعه فرهنگ و تمدن جوامع شرق و غرب ایفا نمودند. در این اواخر من خود شاهد مجاهدت‌های شگفتی‌آور مردم ایران برای بازسازی و ترمیم ویرانی‌های جنگ 8 ساله با عراق بودم و تردیدی ندارم که این مجاهدت‌ها نویدبخش آینده‌ای روشن و پربار خواهد بود. همچنین امیدوارم که این بازسازی‌ها موقعیتی برایتان فراهم آورد که بار دیگر روح نافذ و سنت‌های دیرین نیاکان خود را به دنیا عرضه کنید. همکنون توانایی‌های بالقوه و سرمایه‌های پرارزش فراوانی در اختیار شماست که برجسته‌ترین آنها شاید همان وحدت منبعث از اعتقادات مذهبیتان باشد، چیزی که در حقیقت قادر است کوه‌ها را جابجا کند. علاوه بر این، ملت شما ذخایر زیرزمینی عظیمی مانند نفت، گاز، آهن، زغالسنگ، برنز و مس در اختیار دارد که چنانچه توسط نیروی انسانی زبده کشورتان مورد بهره برداری قرار گیرد، به یقین در سالهای آینده کامیابی‌های چشمگیری برایتان به ارمغان خواهد آورد. موقعیت تاریخی استراتژیک کشور شما به عنوان گذرگاه شرق و غرب و دسترسی و بهره‌گیری از دریای خزر و خلیج فارس همگی ضامن آینده تابناکی است که ملت شما برای نیل به آن در سعی و تلاشند. بین سالهای 1950 تا 1953 کره جنگ خانمان براندازی را تجربه نمود، جنگی که از تمامی این شبه جزیره تنها مخروبه‌ای بر جای گذاشت. اما عزم راسخ دولت کره بعد از جنگ با همکاری گردانندگان صنایع و مردم برای ایجاد امکانات جدید موجب شکوفایی کره مدرن امروز و صنعتی شدن جامعه گردید. در هر ملت غلبه بر رنج و بلایا بیش از هر چیز مستلزم سعی و کوشش هماهنگ ملت، دولت و تجار با یکدیگر میباشد. این گونه کوشش‌ها نیازمند اندیشه‌های مترقی و روحیه ایثار و از خودگذشتگی از جانب قشر جوان است.
من معتقدم که جوانان امروز ایران نیز دارای چنین روحیه ایثار و از خودگذشتگی بوده و به عنوان نیرو محرکه اصلی رویای ترقی و پیشرفت را برای کل جامعه شما واقعیت خواهم بخشید. انگیزه من برای نگارش این کتاب در مرحله نخست القای افکار ترقی خواهانه و روح فداکاری و تعهد در بین جوانان کره نسبت به جامعه خود بود. اکنون از جوانان ایران می‌خواهم که به این آرزو تأسی جویند. در هر ملت وظیفه جوانان است که برای برپایی دنیایی بهتر قهرمانان فرداها شوند. بدین طریق از جوانان کره می‌خواهم که برای تحقق آمال خود از هیچ کوششی دریغ ننموده تأکید می‌کنم که برای رسیدن به آینده‌ای بهتر و جهانی برتر از خودگذشتگی نشان دهند. تردیدی ندارم که جوانان ایرانی نیز می‌توانند قهرمانان نوین تاریخ بزرگ ملی خود و جهان آینده باشند. امیدوارم این کتاب هرچند اندک به جوانان ایرانی الهام بخشد که خود را برای چنین آینده‌ای مهیا سازند. همچنین تجار و کارکنان دولت را در ساختن آینده‌ای درخشانتر برای ملت ایران یاری رسانده و از این طریق مردم ایران شناخت بیشتری از گروه دیو و ملت کره پیدا کنند. در پایان چنین پیش‌بینی می‌کنم که کشور ایران با تاریخ پرشکوه و توانایی‌های بالقوه عظیم خود در آینده‌ای نه چندان دور به صورت یکی از ارکان اصلی جامعه بین‌المللی در خواهد آمد و اعتقاد کامل دارم که کشور ایران با چنین نقش حساس می‌تواند سهم بسزایی در توسعه و آبادانی منطقه و صلح و بهروزی جهان داشته باشد. کیم وو چون. خب فصل اول این کتاب رو با هم شروع می‌کنیم. تاریخ از آن کسانی است که آمال و هدف دارند. وقتی در کره به مدرسه می‌رفتم خیلی فقیرانه زندگی می‌کردم. ولی تنها من اینطور نبودم. در آن اوقات تقریباً همه فقیر بودند. 30 سال پیش درآمد سرانه مردم کره حدود $50 در سال بود. اما حالا که به مرز $5000 میرسد، بنابراین شما می توانید شرایط زندگی ما را در آن روزها حدس بزنید. البته امروزه هم هنوز افراد فقیر یافت می شوند. ما در محله چانگدونگ در شهر سئول پایتخت کره جنوبی زندگی می کردیم و مجبور بودم حدود 2 ساعت تقریباً 10 کیلومتر راه را از منزل تا دانشگاه یانسی طی کنم. حتی یک پشیز در جیب نداشتم، اما امیدهایی را در سر می پروراندم. هنوز نمی توانم افکاری را که وقتی شبها دیرگاهان از کتابخانه خارج می شدم و یا هنگام پیمودن راه طولانی نگاهم به آسمان دوخته می شد و این افکار بر سرم سنگینی می کرد فراموش کنم. در آن موقع به نظرم می رسید که دنیا از آن من است و می توانم تمام عالم را در میان بازوانم جای دهم. هیچ چیز در ذهنم غیر ممکن به نظر نمی رسید. ما فقیر بودیم، اما احساسم مرا به حرکت وامی داشت. نیروی جوانی برایم بسیار پر اهمیت بود و قلبم را مالامال آرزوها می کرد. هیچ چیز را سد راه خود نمی دیدم. در میان همه چیزهایی که جوانی به همراه دارد، مهمترینشان آرزوهاست. مردمانی که آرزو و هدف دارند فقر نمی شناسند، زیرا شخص به اندازه هدفهایش ثروتمند است. جوانی دورانی از زندگی است که حتی اگر شخص هیچ چیز نداشته باشد ولی هدف داشته باشد نیازی به رشک و غبطه خوردن ندارد. تاریخ متعلق به کسانی است که در زندگی هدف دارند. آرزوها، اهداف، آمال، امیدها، قدرت‌هایی هستند که با آنها می‌توان جهان را متحول ساخت. مردمی که هدف دارند، جوامعی که دارای هدف هستند، ملت‌هایی که برنامه دارند، سرانجام اهدافشان به واقعیت منتهی می‌شود. کشوری که برای رسیدن به اهدافش همه مردم را به مشارکت بگیرد، قهرمان تاریخ جهان خواهد شد. اطمینان دارم تمام کسانی که امروزه سرنوشت جهان را شکل می‌دهند، کسانی هستند که دیروز در دوران جوانی برای زندگیشان هدف داشتند. اگر ملتی امروز امید و آرزو را در ذهن جوانان خود تزریق نکند، آیا فردا می‌تواند جهان را رهبری کند؟ ایالات متحده امریکا با تاریخچه‌ای در حدود 200 سال همکنون تاریخ جهان را شکل می‌دهد و همچنان که می‌دانیم
اینها همه مدیون اهداف بزرگ پیشگامان اولیه و جرأت و جسارت آنها بوده است که چنین رشدی را موجب شده است. امروز اغلب می‌بینم و یا می‌شنوم که جوانان برای ساختن آینده دیگر آن اهداف و آمال گذشتگان را ندارند. اگر هم دارند بیشتر روی آنچه قطعی و موجود است بنا نهاده شده است. اگر این سخنان درست باشد هیچ چیز غم‌انگیزتر از این نخواهد بود، هم برای تک تک افراد و هم برای کل جامعه. آرزو اشخاص را می‌سازد و شخصیت او را کنترل می‌کند. آرزو مانند سکان یک کشتی جهت حرکت را مشخص می‌سازد. سکان یک کشتی نسبت به خود آن ممکن است خیلی کوچک باشد و دیده نشود، اما مسیر حرکت یک کشتی عظیم را کنترل می‌نماید. بنابراین یک زندگی بدون امید و هدف مانند یک کشتی بدون سکان میباشد. همینطور یک فرد بی هدف نیز جهت خود را از دست خواهد داد و آنقدر در امواج متلاطم زندگی سرگردان می شود تا سرانجام غرق شود. البته یک فرد با اهداف و آرزوهای غلط همانقدر خطرناک است که شخص بی هدف، شخصی که از اهداف و آرزوهایش از محدوده آسایش و رفاه شخصی فراتر نمی رود، بسیار دردناک و تأثیر انگیزتر از فردی است که اصلا هدف و آرزویی ندارد. او از ارزش و اهمیت جوانی آگاهی ندارد. اگر شما هدف دارید که امیدوارم داشته باشید، با تمام قدرت آن را پرورش بدهید. زیرا امید و آرزوی شما تعیین کننده مسیر زندگی شماست. آرزوهای من به تدریج به واقعیت پیوست و تقریباً 10 سال بعد من صاحب بزرگترین ساختمان کره شدم که امروز به ساختمان مرکزی دیو شهرت دارد. گرچه در آن زمان شخصاً در مورد بنای این ساختمان احساس خوبی نداشتم و تصورم این بود که بهتر بود که این پول را برای ایجاد ماشین‌آلات و امکانات تولیدی صرف می‌کردم تا بتوانم به رشد اقتصادی سریعتری دست یابم. در ضمن من نگران انتقاد مردم بودم که مرا مورد ملامت قرار دهند که با عمل بساز و بفروشی به ثروت‌اندوزی پرداختم. به هر حال افکارم را تغییر دادم و هدف جدیدی انتخاب نمودم. آرزوی این که شرکت دیو را آنقدر از جنبه‌های مختلف توسعه بدهم که این ساختمان عظیم تماماً توسط کارمندان این شرکت اشغال شود. گرچه در آن زمان چنین خواسته‌ای واقعاً قابل تصور نبود، ولی ظرف 5 سال این آرزو تحقق یافت. امروزه تعداد پرسنل شرکت دیو بیش از 100,000 نفر است و این تعداد برای پر کردن 3 ساختمان آنچنانی کفایت می‌کند. حالا من هدف دیگری دارم و آن این است که مرغوب‌ترین و بهترین اجناس را در دنیا و در دوران باقی مانده عمرم تولید و به بازار عرضه کنم. تا اینجا من یک سری رکوردها و بهترین‌های جهانی را به خود اختصاص دادم. از جمله بزرگترین کارگاه کشیسازی دیو واقع در شهر اکپو، بزرگترین کارخانه تولید پوشاک در جهان واقع در شهر پوسان که پوسان یکی از بنادر بزرگ کره جنوبی هستش و بزرگترین رقم فروش پوشاک در جهان. اما هنوز چیز دیگری هم هست که ما به دست نیاوردیم و آن ساخت مرغوب‌ترین و بهترین تولیدات در دنیاست. من هنوز هم این آرزو را به صورت گنجینه‌ای در قلب خود گرامی داشتم و مهم نیست که این تولید از چه نوعی باشد. می‌تواند هر چیزی باشد. همینقدر که بهترین و مرغوب‌ترین تولید از خود نوع خود در دنیا باشد، مثل خودنویس پارکر یا دوربین نیکون ژاپنی، همینقدر که بگویند توسط کیم ووجونگ تولید شده و بهترین نوع آن در جهان است، برای من کافی است. این آرزوی من است، اما به نظر می رسد که این آرزویی است که با آسانی و در آینده نزدیک تحقق پیدا نخواهد کرد. امکان دارد این آرزو زمانی که من مجموعه عظیم دیو را به یک جانشین برجسته واگذار کنم حقیقت پیدا کند. من همچنین هدف دیگری هم دارم و آن این است که در اذهان و خاطره ها به عنوان یک بنیانگذار مورد احترام باقی بمانم. من نمیخواهم به عنوان یک فرد ثروتمند که در دوران حیاتش پول فراوانی به دست آورده شناخته بشوم. در کشور کره جنوبی به طور سنتی تجار مورد احترام نبودند، بلکه آنها مردمانی به شمار رفتند که مقابل دیگران سرافکنده بوده و
و مالاً دیگران از آنان فاصله می‌گرفتند و یا با دیده حقارت به آنان می‌نگریستند. برای این مطلب ممکن است دلایل گوناگونی وجود داشته باشد و شاید مهمترین عامل آن ناشی از تفکرات کنفوسیوسی است که با گونه‌ای عمیق در ذهن و روح مردم ریشه دوانده است. سنت طبقاتی کنفوسیوسی آحاد جامعه را به 4 طبقه روحانیون، کشاورزان، نظامیان و اصناف تقسیم کرده است که تجار در پایین‌ترین پله‌های این نردبان قرار گرفته‌اند. دلیل دیگر می‌تواند متأسفانه روند حرکت بعضی از تجار باشد که انتظار نهایی آنان همان مفهوم ثروت‌اندوزی را پیدا می‌کند. ولی نمی‌توانم بفهمم که چرا یک تاجر احترامی را که یک استاد دانشگاه و یا یک فرد هنرمند دارد نتواند به دست بیاورد. من می‌خواهم در محدوده و حوزه کار خود به عنوان یک متخصص والا و برجسته در خاطره‌ها بمانم و آخرین آرزویم این است که جامعه را به جهتی سوق دهم که در آن مؤسسین تشکیلات صنعتی و اقتصادی مورد احترام جامعه باشند. جوان بی هدف جوان نیست. آرزو برای جوانان بسیار با اهمیت و ضروری است. تاریخ متعلق به کسانی است که در زندگی امیدهای بزرگی دارند. فصل 2. شما به فلسفه زندگی نیاز دارید. خوشبینی یا بدبینی؟ واقعا خطری بالاتر از این در جهان وجود ندارد که ما به جای صفت پسندیده خوشبینی، بدبینی یعنی متضاد آن را انتخاب کنیم. اگر لازم باشد به طور نسبی سخن بگویم، باید اذعان کنم که من یک فرد خوشبین هستم و در تمام دوران حیاتم صرف نظر از اتفاقاتی که برایم روی داده هرگز از خوشبینی دست نکشیدم. یک بار در یکی از سفرهایم به دور دنیا در داخل هواپیمایی که نشسته بودم، هواپیما ناچار به فرود اضطراری شد و یک بار دیگر در سفر جداگانه به هنگام بلند شدن هواپیما از باند فرودگاه داخل آن آتش گرفت. در هیچ یک از این حالات مسئله مرگ به ذهن من خطور نکرد. من حدس میزنم این نشان دهنده معیار خوشبینی من است. وقتی که به واقعیات مینگرم همواره فکر میکنم شرایط بحرانی و لحظات خطرناک بسیار زودگذرند. اینها مرا به این نتیجه میرساند که من یک خوشبین مادرزادم. تصور میکنم تا اندازه‌ای بتوان تجارت را به یک جنگ خونین پنداشت. هر اندازه یک امر تجاری بزرگتر باشد، دامنه جنگ وسیع‌تر بوده و باید بهای بیشتری در ازای آن پرداخت. در این فرایند اگر تاجر مایوس و دچار بدبینی شود، لحظه پایان رشد و پیشرفت او فرا رسیده است. نکته‌ای که مرا از سایر تجار متمایز می‌سازد این است که من تجربه فراوانی در این زمینه دارم که اگر شرکت یا کارخانه موفق نبوده و به حالت ورشکستگی افتاده، سررشته آن را به دست گرفته و جهت آن را عوض کردم. بدین وسیله من متخصص تغییر جهت شدم. این گونه شرکت‌هایی بودند که اغلب توسط صاحبانشان و یا بانک‌ها و یا دولت‌های مربوطه به کلی رها شدند و من در مقابل بارها و بارها شرکت‌های ناموفق و ورشکسته را در کوتاه‌ترین زمان به یک سازمان اقتصادی سودآور تبدیل کردم. این موضوع همواره توجه رسانه‌های گروهی بین‌المللی را به خود جلب کرده و وقتی توسط آنان مورد سؤال قرار می‌گیرم همیشه این جواب را تکرار می‌کنم که وقتی دیگران شمارش معکوس غیر ممکن‌ها را شروع می‌کنند، من به شمارش ممکن‌ها می‌پردازم. در شرکت دیو هر وقت تصمیم می‌گیرم یک فعالیت اقتصادی تازه‌ای را شروع کنم و یا رابطه بازرگانی با کشور جدیدی برقرار کنم، بعضی از مسئولان به شدت نگران می‌شوند. در گذشته هنگامی که من ساخت یک پروژه کارخانه یخچال‌سازی را در کشور چین کمونیست پذیرفتم، بیشتر اطرافیانم مخالف این تصمیم بودند. مقاومت و مخالفت دوستانم در خارج از شرکت حتی بیشتر بود. بانک‌ها و دولت کره هم خیلی نگران بودند. برداشت شرکت‌های رقیب این بود که این پروژه جواب نخواهد داد. حتی ژاپنی‌ها سعی کردند که از طریق شرکت‌های رقیب کره‌ای جلوی این سرمایه‌گذاری را بگیرند. انواع شایعه پردازی‌ها آغاز شد و چو انداختند که مرا در چین تحت بازداشت قرار دادند، یا اینکه دولت کره
با این سرمایه‌گذاری مخالفت کرده و از این قبیل شایعات. ولی من هرگز میدان خالی نکردم، برای اینکه محاسبات من با همه آنها فرق داشت. من در جستجوی ممکنها بودم و به سرعت در جهت بکارگیری و تحقق بخشیدن ممکنها حرکت کردم. به عبارت دیگر، برای ارزیابی شرایط زندگی مردم چین، مسائل صنعت یخچال‌سازی چین، تأمین سرمایه، ماشین‌آلات و نیازهای دیگر در صدد یافتن راه حل و چاره‌جویی برآمدم. مهارت و دانش مدیریت لازمه هر فعالیت اقتصادی جدید است. کسانی که دلشوره پیدا کنند که ممکن است به نتیجه نرسیم یا اگر موفق نشدیم چه خاکی بر سرمان بریزیم، صلاحیت ندارند که یک تاجر یا صنعتگر باشند. اگر تنها 1% شانس موفقیت وجود داشته باشد، یک تاجر واقعی همان را به صورت جرقه‌ای می‌بیند که می‌تواند آتشی را بیفروزد. دنیای تجارت آنگونه نیست که اگر یک را با یک جمع کنی عدد 2 به دست بیاوری. ممکن است در جای 1 تبدیل به 10 شود یا 10 مبدل به 50 گردد. حدود 10 سال پیش ما یک کارخانه لاستیکسازی در کشور سودان تأسیس نمودیم. این اولین کارخانه‌ای بود که توسط یک شرکت کره‌ای در سطح بین‌المللی ساخته می‌شد. خیلی از افراد به دلایلی مخالف و نگران این مسئله بودند، زیرا شرکت دیو قبل از این تجربه‌ای در صنعت لاستیکسازی اتومبیل نداشت که البته این کار بر اساس شمارش ممکن‌ها انجام شد. علیرغم نیاز مردم سودان به لاستیک اتومبیل، حتی یک کارخانه لاستیکسازی در این کشور وجود نداشت. وارد کردن لاستیک خارجی نیز هزینه گزاف ارزی در بر داشت. بنابراین من به این نتیجه ساده رسیدم که آنها از این پروژه با آغوش باز استقبال خواهند کرد. همینطور 80% کشور سودان صحرای کویری است و شهرها کاملا از یکدیگر فاصله دارند و این موضوع نیاز به اتومبیل را بیشتر می‌کند. ضمناً از طریق منابع مورد اعتماد مطلع شدم که یک حوزه وسیع نفتی نیز در جنوب کشور سودان کشف شده است. چون این حوزه نفتی قطعاً باعث توسعه اقتصادی می‌گردید و به همین نسبت در اثر رشد فزاینده اقتصادی نیاز به وسایل حمل و نقل باز هم زیادتر می‌شد. به ازای افزایش هر اتومبیل حداقل 5 لاستیک مورد نیاز خواهد بود. از طرفی در صحراهای داغ کویری استهلاک لاستیک اتومبیل به مراتب از نقاط خوش آب و هوا بیشتر است. من اینگونه بازار مصرف را ارزیابی و روی آن حساب کردم. سرانجام نتایج کار به همان صورت که محاسبه کرده بودم از آب درآمد. در حال حاضر رونق این کارخانه از هر جای دیگر بیشتر است، تا جایی که چندین بار مجبور به توسعه و افزایش تولید خود شده است. تقاضا برای لاستیک های ما به قدری زیاد است که مردم تولید آن را پیش خرید می کنند. با توجه به اینکه فرصت زیادی باقی نمونده، من سرفصل این فصل ها رو برای شما می خونم. خب 1 رو خوندیم، تاریخ از آن کسانی است که آمال هدف دارند. 2 شما به فلسفه زندگی نیاز دارید. 3 تصمیم گیری. 4 گامی فراتر از عارضه انجام کار در حد رفع تکلیف. 5 جادوگران. 6 اهمیت ابداع و نوآوری. 7 کسانی که مرا تحت تاثیر خود قرار دادند. 9 من فقط یک زن هستم. 10 قفس پرندگان. 11 صحنه نمایش به شرق باز می‌گردد. 12 راز سلامتی. 13 کار به عنوان سرگرمی. فصل 2 درسی از دنیای عنکبوت‌ها. تجلیات ذهن. بکوشید تا بهترین باشید. جهان از آن شماست. نظری به علوم پایه. پول هیچ کاره است. رقابت. مقام رهبری. ما همه کره‌ای هستیم. بزرگترین آموزگار شما. مددکار هم باشیم. پول درآوردن و خرج کردن. مقابله به مثل. فصل 3 جهان پهراوری پیش روی ماست. خوشبختی، شهرت و آبرو، اثرات طبیعی اعطای جایزه. هر چیز به جای خویش نیکوست. منافع مادی در مقابل لذات معنوی انجام کار. اقلیت خلاق، زبان تناسایی، کشاورزان و کارگران مزرعه. چه کسی نبوغ خفته را بیدار خواهد کرد؟ نوکیسه ها دردسرند. از درون خود بجوشید. امیدوارم که این کتاب رو تهیه کنید
و لذت ببرید از خوندنش، چون کتاب بسیار زیبایی هستش و میدونیم که کره‌ای‌ها آدم‌های موفقی هستند. به استعدادهای نهانی خود واقعیت ببخشید و این کتاب زیبا رو بخونید. خیلی ممنونم که با من همراه بودید. تا وایس بعدی، خدا نگهدار.